ای به پدر گفت. در بعضی روایات هم میگه که کذبت انت و ابوک، توی و پدری تو دروغ میگی. گفت خدا تو را از بطش و از ظلم و شکنجه یزید نجات داده میتوند، تو رو من کرده میتوند. یزید یعنی که همین میگه که یزید به تو دست دراز کرد نتوند، لیکن یزید تو را از عذاب خدا من کرده نمیتونه. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. بینندگان عزیز، ما درباره یک چند علمای تابعین صحبت نکنیم که در قبال ناحقی استادگری کردند و نگذاشتن که بعضی حکام یا که بعضی خلیفه ها بالی اونها باطل خود را بار کنند. از جمله این علمایی که استادگری میکرد امام زهری هست. بعضی وقت زهری رو شنوند شاید که الرژی هاشون بگیرد. در حق او بسیار تهمت هایی کردند که او خادم بنی امیه باشد و اینجا ما حاضر میبینیم که چه خیلی زهری خلیفه اموی را به جایش میشناند. آمده است که سلیمان ابن یسار که از علما بود نزد هشام ابن عبدالملک بود که وی خلیفه اموی است، فرزند عبدالملک ابن مروان. بعد گفت که سلیمان گفت والذی تولا کبره، یعنی که آیت درباره هم آیتی که تهمتی که به مادر مؤمنان عایشه رضی الله تعالی عنها شده بود درباره هم پرسیده است که همین چیزا کی بسیارتر نشر میکرد و با این مردم فشفش و آوازه میکرد؟ کی است؟ سلیمان ابن یسار گفت که عبدالله ابن ابی است، یعنی که راهبر منافقا است که این کارا میکرد و مقصد میخواست برای پیغمبر ناموس پیغمبر زیر سوال برد. بعد این گفت که عبدالملک گفت که کذبت، گفت دروغ میگی، این کار علی میکرد. بعد از اون سلیمان ابن یسار گفت امیر المؤمنین اعلم بما یقول، خیر امیر المؤمنین نظم دارم من نمیدونم. گفت یعنی که این عالم دیگه سکوت کرد. زهری در اومد، بولی همین گفتگوزار بود که در اومد گفت که ابن شهاب، یعنی زهری رو میگفت ابن شهاب است، من الذي تولى کبره، یعنی که مقصد فریه‌ای که در نسبت ام المؤمنین رضی الله عنها بود کی بسیارتر همون دامنه میزنند و علنگه میزنند و بین مردم آوازاشو پخش میکرد. گفت که ابن ابی، گفت اینم سردار منافقا است، که این تفسیر من شوندگی است. قال کذبت هو علی، دروغ میگه، این گپ علی میزد. زهری گفت من دروغ میگم؟ ای به پدر گفت. در بعضی روایات هم میگه که کذبت انت و ابوک، توی و پدری تو دروغ میگی. گفت زهری به خلیفه، تصور کنید اون زهری که بعضا درباری میگن. و گفت که لو نادى مناد من السماء ان الله احل الكذب ما كذبت، اگر ندا کند منادی که الله تعالی دروغ رو حلال کرده است من دروغ نخواهم گفت. این زهری میگه برای تصدیق سخن خودش. بعد میگه که حدثني عروة و سعید و عبید الله و علقمه عن عائشه، یعنی گفت که اینجا برای من عروه گفت و سعید گفت و عبید الله گفت و علقمه، هر چهار اینها از مادر من عایشه رضی الله تعالی عنها روایت کردن که الذي تولى کبره عبدالله ابن ابی، یعنی اون که همین فتنه را، همین تهمت به ناموس پیغمبر را دامنه زنان عبدالله ابن ابی است. بعد میگن که دیگر هشام میگن کمتر فشارش پایین شد، گفت که لقد هیجنا الشیخ، این ما شیخ سرش ویران کردیم، ما شیخ فشارش بالا بردیم. گفت از ترس دیگر کم نزد. اینا میخوای علما بودن برادر عزیز، یعنی که بعضی میان تا میخوان که اون علما درباری بودن، لیکن دیدیم که چه خیلی با خود خلیفه تا گفت که توی هم دروغ میگه، پدرت هم دروغ میگه. اگر همین روایت شما دستگیری کنید، به همین مانند روایت از حسن بصری رضی الله تعالی عنه آمده است که با گماشته یزید ابن عبدالملک برادر هشام ابن عبدالملک ابن حبیره هست. خب عمر ابن حبیره، همین عمر ابن حبیره پسرش امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه رو شکنجه میداد تا اینکه در حکومت او در کوفه وظیفه مثلا خزینه داری رو به عهده گرفت، لیکن امام ابو حنیفه وظیفه رو به عهده نگرفتن. چقدر فقها و علما میان روی گرفتن که خیر گیر اینقدر تو عذاب نتیاد، تو زندان نکند، تو نزند، لیکن امام قبول نکرد. همین پدرش یعنی که عمر ابن حبیره الفراری در عراق میگه که وقتی حکومت میرون خراسان رو یزید ابن عبدالملک به چی پیوست؟ با همین زیر حکومت همین آدم.
یعنی که کسی که در عراق حاکم میشد حاکم خراسان هم حساب میشد. حسن بصری، محمد بن سیرین و امام شعبی 3 نفر رو دعوت کرد. ابن هبیره همین 3 عالم جمع کرد و گفت که قسم خورم، اونها گفت که علمای بزرگ، برای من از یزید ابن عبدالملک فرمان و دستورات می آید که من باید اجرا کنم. میگم و بعضی کارا هست که شاید احتمال مخالف به شریعت است، من چیکار کنم؟ چی برای من مصلحت میده؟ راوی میگه که ابن سیرین و شعبی یک سخن گفتن که در اون توریه دیده میشه که سخنهای دو شاخه گفتن خیلی شما امیرالمومنین هستید، این هستید، اون هستید، دیگر که به پوشوندن. بعد این ابن هبیره با حسن بصری رو آورد گفت که شما چی میگید جناب حسن؟ حسن بصری مولا هست، بین تا چی درجه حقوق انسان رعایت بشه، تا چی درجه علما مرتبه داشتن که یک عالمی که مولا هست میرد یک خلیفه عربی ایون که جانشین خلیفه عربی را در کلانترین ولایت آن زمان نصیحت میکنه. یعنی که نمیتوند که اون حاکم هر چی میخواد بالی و تحمیل کند. میگه که ابن هبیره خف الله فی یزید ولا تخف یزید فی الله. یعنی که میگه که از خدا در حق یزید ترس و نه اینکه از یزید در حق خدا ترسی. ان الله یمنعک من یزید و ان یزید لا یمنعک من الله. خدا تو را از بطش و از ظلم و شکنجه یزید نجات داده میتوند، تو را من کرده میتوند. یزید یعنی که همین میگه که یزید به تو دست دراز کرد نتوند، لیکن یزید تو را از عذاب خدا من کرده نمیتوند. این نصیحتی ببینید چه نصیحتی حکیمانه حسن است رضی الله تعالی عنه. نزدیک است که بالای تو فرشته بیاید و تو را از این تختت پایان کشد و از این قصر وسیع و واهمناک و با دبدبه تو و یک قبر تنگ و ظلمات جا کند تو را. ثم لا ینجیک الا عمل. تو را جز عمل دیگر هیچ چیز نجات نمیده. ای ابن هبیره، ای بچه هبیره، گفت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یعنی انسان مخلوق را در معصیت خالق اطاعت نمیکند. یعنی یک کاری است که خدا گفته است این حرام است، یا مخلوق میاد تو رو مجبور کنه که همین کارو کن، میگه در این حالت تو و مخلوق باید اطاعت نکنی. یعنی تو تصور کن که قبر میداری تنها میستی، وقتی الله تعالی درباره همین ظلمی که کردی برای خاطر دستور اون مثلا هشام ابن عبدالملک وقتی فرشته مرگ تو رو سوال دهد، مگر هشام میتواند همراه تو قبرت درآید کنه که نه این فرمان من بود تو به این کار دار نشو؟ وقتی تو رو الله تعالی به دوزخ پرتاید میتونه هشام ابن عبدالملک تو رو از دوزخ نجات دهد؟ بعد میگن که فاجازهم ابن هبیره و اضعف جائزه الحسن و اضعف جائزه الحسن. میگه اجازهم یعنی که اونها هدیه داد، شاید 20 داد 60 چمپل، یعنی که هدیه داد. یعنی حسن گفت 2 برابر داد. یعنی اگر به سیرین ابن سیرین و شعبی اگر 200 داده باشه برای حسن 400 داد، برای حسن و 1000 داده باشه برای اون 2000 داد. بعد شعبی و ابن سیرین به شوخی یعنی که میگه که صفصفنا له فصفصف لنا. یعنی ما میگه با این آدم هم خیلی گپای یعنی که به نوعی بیل نمیشودی گپ زدیم، یعنی که نصیحتی از تحت دل که نکردیم. اینم برای ما هم خیلی چیگم نوعی درسش که برای ما یکون چی داد. اما حسن که برای الله تعالی مخلصانه گفته بود، حسن چه کرد؟ جایزه هم در پیش خدای تعالی روش سپید است، هم در پیش این که گماشته هشام عبدالملک است و برای او اینقدر جایزه زیاد را عطا کرد. خب این 2 نمونه بود از علما برادر عزیز. یعنی ببینید که علما هیچ وقت یعنی که مدارا نمیکنند، با ظلم هیچگاه مدارا نمیکنند و از الله تعالی مسئلت میکنیم که ما را پیروی حقیقی همه علما کنند و از آتش دنیا و از آتش آخرت در پناه خودش نگه دارد. السلام علیکم و رحمت الله.